اختلاف نظر میان شادی شبدالوف و اسماعیل طلبکوف در آغاز انجمن 32 حزب کمونیست برملا شد. در جریان انجمن قبل از آوازدهی اسماعیل طلبکوف ضمن سخنرانیش علت محروم ماندن حزب کمونیست از کرسی‌های پارلمان را به کمبودی و ضعف مقامات رهبری خود حزب مربوط دانسته گفت که همگی 2% انتخاب کنندگان به طرفداری از حزب کمونیست آواز دادند. این سخنان اسماعیل طلبکوف با واکنش تند شادی شبدالوف روبرو شد که گفت طلبکوف تالار را می‌خواهد فریب کند. بگویم مثلا 2% از کجا آمد؟ 2% از اونجا آمد که 2% از اونجا آمد که دوام 15 سال یک مراتب رئیس حزب و حکومت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان وای برنامه یگان گپ من خودش میدونه 2% از کجا آمد. من در میدونم که واسه دیگر چیزا 60 تا توی این خودش ما یگان من از شما خواهش میکنم حکومت عزیز میشود عزیز نمیشود پرزیدنت نفس میدونه که شما عزیز نیستید یک پدخریم او هستید. شبدالوف همچنین ادعاهای برخی از همحزبیانش را که گویا سردی مناسبات شخصی او با رئیس جمهور باعث شکست حزب در انتخابات پارلمانی اخیر سبب گشته است رد کرد. Я еще раз подчеркну, что между мной и уважаемым президентом Эмомали Рахмоновым нет личной неприязни. پس از این همه رد و بدل‌ها وکیلان انجمن حزب از سمت رهبری حزب کمونیست نامزدی شادی شبدالوف رهبر سابقه‌دار آن و اسماعیل طلبکوف را پیشنهاد کردند. در یک آوازدهی کشاده 22 نفر وکیلان این حزب طرفداری شادی شبدالوف و به جانبداری اسماعیل طلبکوف 35 تن از وکیلان رأی دادند. به همین منوال بعد از 25 سال رهبری شادی شبدالوف از رهبری حزب کمونیست تاجیکستان برکنار شده اسماعیل طلبکوف به این سمت انتخاب شد. پس از انتخاب شدن به این سمت اسماعیل طلبکوف در اولین واکنشش گفت رأی وکیلان و طرفداری از او این طرفداری از شادی شبدالوف نیز بود. این اون چیزی که با جانبداری ما آواز داده این جانبداری شبدالوف است. من اون چیزی گفتم من گفتم من نمیدونم بعد خیلی گفتم چی خیلی استادی من هستی رئیس نوی حزب کمونیست تاجیکستان اسماعیل طلبکوف 24 مارس سال 1955 در دهه حسن بیگی ناحیه سوید حالا تیمورملک به دنیا آمده است. سال 1976 فاکولته اقتصادی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده از سال 1983 در وظیفه‌های حزبی فعالیت کرده است. حزب کمونیست تاجیکستان از کهنه‌ترین حزب‌های کشور به حساب یافته و سال 1918 در بخارا تأسیس شده است. در زمان اتحاد شوروی حزب کمونیست حزب حاکم و یکتاز در تاجیکستان محسوب میشد. بعد به استقلال رسیدن تاجیکستان نیز از اولین حزب رسمی ثبت نام شده حزب کمونیست بود. از سال 1991 تا به حال رهبری این حزب را شادی شبدالوف بر عهده داشت. تا اولهای سال 2015 شماره اعضایان حزب کمونیست تاجیکستان 45,000 نفر گفته میشد.